یک شهروند تاجیکستان تنها بعد پرداخت 150,000 روبل الیمنت جمع شده به فرزندش در ولایت ارخانگلسک روسیه اجازت پیدا کرد که از روسیه به تاجیکستان برگردد. در این باره ریاست ولایتی خدمات فدرالی پرستاوهای روسیه خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، شعبه پرستاوهای نویه نیاندوما چند سال باز در پی رویانیدن الیمنت از یک مهاجر تاجیک بودند که برای 5 سال از روسیه اخراجش کرده بودند. در این همه مدت این مرد نتوانست به روسیه سفر کند. او به فرزندانش از همسر سابقش در نویه نیاندوما یگان کمک مادی نمیرساند. سال 2021 پرستاوهای نیاندوما خبر یافتند که پدر فرزندگریز به روسیه برگشته و در ولایت امور در یک گوشه دیگر روسیه صاحب پتنت و جای کار شده است. تا این وقت مبلغ الیمنت های نسپرده او الکی به 150,000 روبل رسیده بود. پرستاوها تصمیم گرفتند که تا زمان پرداخت پوره الیمنت هایش این مرد را بر روی خط سیاه قرضداران وارد کنند که حق ترک قلمرو روسیه را ندارند. وقتی پرستاوها معاین کردند که این مهاجر تاجیک در بانک صورت حساب گشوده است، در مورد از حساب او رویانیدن قسمی از الیمنت ها قرار قبول کردند. بعد این همسر سابق مرد تاجیک هر ماه برای تامین فرزندش از شوهر سابق خود مقدار پول میگرفت، ولی قرض الیمنت او هنوزم پوره پرداخت نشده بود. در این بین مهلت بود و باش شهروند تاجیکستان در روسیه به پایان میرسید و او برای تمدید حجت‌هایش میبایست به تاجیکستان برگردد. چپته پرواز خرید، ولی در فرودگاه به این مرد تاجیک اجازت پرواز ندادند، چون که نامش در روی خط افراد ممنوع الخروج بود. او مجبور شد که تمام قرض الیمنت خود را پرداخت کند و تنها بعد این به مهاجر تاجیک اجازت دادند که به وطن برگردد.